اتود شماره 2 6 هشتم هست، هر چنگ برابر یک شماره و اینکه اول سعی کنیم با سرعت پایین بزنیم. دو سی دو ره می که بمول گذاشته نمیتونیم از خود سیم چهارم سیم اول استفاده کنیم. انگشت چهارم چون بمول گفتیم انگشت میاره عقب، انگشت چهارم میاریم عقب، انگشت سوم میچسبونیم. دو سی دو ره می بمول ره، تکرار. دو ره می بمول ره، دو سی هم بمول میشه. حواسمون باشه تاکید کردم که دست عقب نره، انگشت اول میریم عقب. سی لا سول فا می، فا می فا سول. لا چون بموله انگشت چهارم بهش میچسبه. لا سول، تکرار. فا می فا سول لا سول فا، بدون اینکه دست بره عقب، انگشت اول میره عقب. می ره دو ره می به کار. فا سول لا سی بمول. سی لا دو سی ره دو، سی لا سول لا دو، سی لا سول فا، سی لا سول فا می، فا می فا سول لا سی بمول دو دو لا سی دو، سول فا می فا سول لا سی بمول. تمام این سیاره که گذاشتین انگشت دوم با فاصله باید باشه و سوم هم فاصله، چون حالت عادی اینجوری بوده. انگشت اول میره عقب. سی لا دو سی لا سول فا می، سول فا می ره دو، می بمول میشه بدون اینکه دست بره بالا. می میاد عقب. می ره دو ره دو، سی بمول. انگشت اول دوم رو سیم چهارم هم میچسبه. ره دو سی دو سی لا سی ره سی ره فا ره فا، سی اول سیم فا، سی ره دو سی لا سول فا می سول. اینجا سی اشتباه چاپی هست که بمولاشو نذاشته، ولی دو حالتشو میتونید تمرین کنید. یعنی فا سی ره دو، حالا سی بکار. سی سول فا می سول فا می بمول دو ره می بکار. فا بهش بچسبه. فا لا دو، فا گفتیم اگه علامتی نداشته باشه تو ویدیو قبلی برعکس سیمای دیگه است. رو سیم اول سیم فا لا سول فا می فا سول لا سول فا می ره دو، سی بمول. سی لا سی دو ره دو، سی بمول لا سول لا سی دو، حالا سی بکار شده. همین رو فقط میاریمش جلو، دست تکون نمیخوره. سی دو ره دو سی ره دو ره می، فا بکار اول سیم فا می سول، حالا دیز شده میاد به سول میچسبه. فا لا سول، سی بمول انگشت چهارم بجن که فاصله داشته باشه و انگشت سوم میچسبه. سی لا سول فا لا سول، فا بکار اول سیم فا می ره می سول فا، اول سیم ره دو ره فا می ره دو سی دو سول دو سی دو ره، انگشت چهارم بچسبه. خیلی مهمه که دست عقب جلو نره. دو سی لا سول سی لا سول لا سول فا لا سول فا سول فا می فا لا فا لا دو فا لا فا می ره دو سی لا سول، فا دیز بهش بچسبه. سول سی اول سیم سی لا سول، فا بکار فا می کنار هم. فا می فا لا چهارم لا سول فا می ره می سول فا می ره دو سی لا، سیم چهارم برعکس سیم دیگه. دو سی لا سول لا سی دو، نوت کشیده. آرشه هاش هم میتونیم بزنیم، کاری نداره. آرشه اول همین چیزی بود که زدیم. آرشه دوم هر سه تا نوت با یه آرشه. دو سی دو
سوم مکس نکنین، یعنی نشه دو سی دو ره می ره، این اشتباهه. 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 دو سی لا سول فا می پیوسته. میزان سوم 6 تا. دو سی دو ره می ره 2 3 4 5 6 پیوسته باشه. سول فا می. شماره 4 استاکاتوه. دو سی دو، مثل همین تو اتود شماره 1 زده بودیم. دو سی دو قرار شد فشار رو آرشه نیاریم، فقط یه کمی از ته نوتو سکوت میکنیم. دو سی دو ره می ره دو سی دو ره می ره. شماره 5 آرشه راست معمولی، آرشه چپ 2 تا نقطه دار. ره می ره، اینم بیشتر از حد نکشین، یعنی نشه دو سی دو ره می، این اشتباهه. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. شماره 6 دو تا نوت اول و دو تا نوت آخر میزان با یارشه. دو سی دو ره می ره دو سی دو. با این آرشه ها. این آخرین تمرین این کتاب بود. توی همه ویدیو گفتم، توی تمرین آخرم بگم خدمتتون، این ویدیو صرفاً برای کمک به عزیزانی هست که دسترسی به کلاس ندارن، خارج از کشور هستن یا نقاط دوری هستن توی ایران. فقط برای اینه که بتونیم کمک کوچیکی به این عزیزان کرده باشیم و نه هیچ ادعای پشت این ویدیوها نیست. خیلی از دوستانی هستن که ساز بهتر میزنن، معلم بهتری هستن، ولی من تصمیم گرفتم که بتونم کمک کوچیکی خدمت شما کرده باشم. امیدوارم که ببینین و بتونین استفاده کنین.